جناب افراسیاب خطک، سناتور اسبق پاکستان و شخصیت مبارز و شجاع کشور همسایه‌مان پاکستان هستیم. به این دلیل این را عرض کردم تنها شخصی که شجاعانه واقعیت‌ها را در داخل جغرافیای افغانستان بیان کرده و بیان میکنه امروز افتخار میزبانیشان را داریم. در گذشته بارها خدمت ایشان بودیم، حتی یک بار من ازشان پرسیدم که نگران نیستید جان شما در جغرافیا به خطر بیفته؟ ایشان اظهار داشتن برای گفتن حق از هیچ چیز من نمیترسم. واقعا چنین انسان‌های کمیابن. ای کاش مثل جناب خطک ما تعدادی در افغانستان داشتیم که در هر شرایط تابع جهت باد نمی بودند، واقعیت‌ها و حقایق را برای ملتشان بازگو می‌کردند، می بود که در تاریخ نامشان جاودان می بود. واقعا من شخصا بدور از هر تعلق خوشحال هستم که در خدمتشان هستیم و از وضعیت پاکستان و تأثیرات اتفاقات مبعوث شدن عمران خان و ممنوع شدن فعالیت‌های سیاسیش در 5 سال بشنویم و همچنان تأثیر رویکرد سیاست داخلی پاکستان در داخل پاکستان و همچنان منطقه علل خصوص افغانستان. ضمن سلام دوباره و سپاس از حضورتان مشنویم. بسیار تشکر دوست عزیز و گرامی از کلمات بسیار مهربان و مهم شان شما. گفتین ما یک فعال سیاسی عادی هستم و از جوانی اینطور تربیت شدم که باید تحلیل کنیم، باید واقعیت ها را بگیم، خود بفهمیم و کوشش کنیم و تفاهم کنیم با دوستای دیگر. و امون تربیت سیاسی جوانی است که تا هنوز با ما همراهی کرده. خب یک جان تشکر از شما. چیزا در قبال اوضاع سیاسی پاکستان خدمت شما عرض کنم که واقعا وضع خیلی دشوار و مشکل و بحرانج هست. پاکستان یک کشوری هست که طوری که شما میفهمین وقتی که انگلیس ها از نیمکره هند میرفتن، خب گفتن که مسلمان ها و هندوها یک جا زندگی کردن نمیتونن، هندوستان را تجزیه کردن. مگر در واقعیت انگلیس ها یعنی پلان داشتن که این مناطق شمال غربی هندوستان را از هند تجزیه کنند و این را با انگلستان مناسبات ایجاد کنند تا آینده، یعنی بعد از برآمدن انگلیس ها از هندوستان این کشور متحد غرب باشد. و همینطور هم شد. واقعا طوری که چرچل میخواست همونطور نشد، چرا که چرچل انتخابات باخت در 1945 و حزب کار یا حزب لیبر انتخابات برد. مگر بازم پاکستان از وقت تاسیس خود همیشه یعنی طرفدار یا دوستان متحد غرب بود و در 32 سنتو شامل شد، یعنی پاکت های نظامی که از طرف امریکا و بریتانیا ایجاد شد. خب علی بعد از 35 سال بعد از 75 سال پاکستان به جای رسیده است که با یک بحران خیلی عمیق مواجه است. از نظر اقتصاد این کشور یعنی تقریبا نزدیک به ورشکست هست. از نظر بحران دولتی اینطور یک بحران مواجه هست که مثلا پارلیمانش یعنی فلج هست، قضای علیش فلج هست، حتی ارتشش یعنی همونطور متحد نیست طوری که مثلا 10 یا 15 سال پیش بود. خب یک بحران بسیار عمیق است. فکر بکنم این بحران بسیار عوامل داره، مگر یک عاملش که بگویم این که پاکستان با یک جای رسیده که باید انتخاب کنه اتحاد خود در صحنه بین المللی، یعنی تا هنوز پاکستان متحد نزدیک امریکا بوده، مگر حالی باید انتخاب کنه بین چین و امریکا و این یک مسئله هست که پاکستان را بسیار با یک انتخاب دشوار مواجه ساخته است و این تاثیرگذار هست با مسائل داخلی سیاسی پاکستان. یک فاکتور بسیار مهم این هست. بسیار دقیق اشارات ظریف داشتید در تأسیس پاکستان و همچنان در وضعیت داخلی، مشکلات اقتصادی، امنیتی، حتی اداری که شامل پارلمان، فوج، دولت و احزاب میشه. یک کمی بیشتر از وضعیت اقتصادی و آرایش سیاسی پاکستان بیشتر بگویید. اصلا بعد از استقلال بنگلادش از پاکستان که بیشتر پاکستان شرقی نامیده میشد، بعد از او اینجا غلبه ارتش سر دولت یعنی مطلق هست، خصوصا بالخصوص بعد از اینکه آقای ذوالفقار علی بھٹو را اعدام کردند
وهدف اعدام بوتو همی بود که سیاستمدارها باید بفهمند که امرای ارتش یعنی رقابت کردن نمیتونن. بعد از او در پاکستان دموکراسی هست، قانون اساسی هست که از نظر تئوری یک قانون اساسی دموکراتیک و فدرال هست، پارلمانی فدرال و دموکراتیک، مگر در عمل در واقعیت قدرت اصلی دست جنرال های اردو یا ارتش هست. و بعد از ضیاء الحق یک سیستم میان آمده در پاکستان که حکومت های ملکی یک به اصطلاح در اقتدار سهم دارند، مگر قدرت واقعی در دست جنرال هست و وقتی که جنرال ها نخواسته باشند حکومت ملکی را سقوط میدن و این یک بحران سیاسی را ایجاد میکنه میشه. خب آقای ذوالفقار بوتو اعدام شد، دخترشان بنظیر بوتو شامل شد در سیاست و دیگر رقیبش آقای نواز شریف هست که از پنجاب هست و علی یک مدار بسیار مجرب هست. اونها 3 بار صدر اعظم شد و هر 3 بار آقای نواز شریف را ارتش سقوط داد، او را پاس کرد از عهده خود. و در چند سال اخیر از طریق قضا ابی کودتا را انجام میدن. ما در پارلمان بودم، ما در قانون اساسی تغییرات آوردیم تا جلب کودتا ها را بگیریم. یک ماده شامل کردیم در قانون اساسی پاکستان، ماده 6 آرتیکل 6 ماده 6 که اصلا یعنی ملغا ساختن قانون اساسی را یک خیانت اعلان کرده. و بعد از این جنرال ها از طریق محاکم خصوصا ستر محکمه عالی یعنی سقوط میدن. آقای نواز شریف سقوط دادن و علی بی در آخرین آقای عمران خان هم کار کردن. الان که عمران خان در واقعیت یک پروژه ارتش بود از 2011 به این طرف سازمان استخبارات ارتش یعنی ISI آقای عمران خان را پشتیبانی کرد و او را کمک کرد، حزب او را یعنی از نظر مالی از نظر اداری یعنی دیگر رهبرای سیاسی را تشویق کرد که به حزب او بپیوندند و بالاخره در 2018 آقای عمران خان را صدر اعظم از طریق انتخاباتی که بسیار یعنی تقلب شده او را صدر اعظم ساختند. پروژه این بود که برای 10 سال آقای عمران خان صدر اعظم میشه، یعنی 5 سال یک بار، 5 سال بار دیگر انتخاب میشه. مگر امرای جنرال هم مشکل ایجاد شد. بعد از 3.5 سال باز اردو تصمیم گرفت از عمران خان را سقوط بدهد و عذاب دیگری را وارد قدرت بسازد. امی بود و مگر این تو نبود. در 2014 وقتی که یک کودتا آغاز شد علیه آقای نواز شریف، عمران خان چهره سیاسی همی کودتا بود. کودتا از طرف ارتش بود مگر چهره سیاسیش عمران خان بود. این وقتی بود 2014 که رئیس جمهور چین آمدنی بود به پاکستان، مگر این اعتصابی را که در قلب اسلام آباد از طرف عمران خان رهبری میشد رئیس جمهور چین آمدن نتانست. او می آمد که اینجا امی کاریدور چین و پاکستان را اعلان کنه، مگر او نشد، چرا که عمران خان اینجا جلب امو آمدنشان گرفت. خب اینطور هم گفتم میتونیم که اینجا 2 فرکسیون هست در سیاست پاکستان. پیپلز پارتی حزب ذوالفقار بوتو و فامیلیشان و آقای نواز شریف که برادر شاه صدر اعظم است شهباز شریف، اینا طرفدار کاریدور چین هستند، طرفدار دوستی نزدیک به چین است. و امی زعیم ارتش که حال چند ماه پیش امیجا نصب شد، اینا نیز طرفدار امی دوستی به چین هستند. فرکسیون دیگر که در ارتش هست، در نظام دولتی است و عمران خان چهره سیاسیشان است، اونها اینطور نمیگن که گویا اینا مخالف با سی پیک هستند، مگر در عمل در 3.5 سالی که عمران خان صدر اعظم بود دو کار مهم را انجام داد. اولی که یعنی امی کاریدور چین پاکستان را بیخی یعنی با رکود مواجه ساخت. او یعنی تطبیق نشد در اون سالهایی که عمران خان در سر قدرت بود. و دومی که پای IMF یا صندوق وجیه بین المللی با پاکستان کشان، پاکستان آورد
و علی امی صندوق وجیه بین المللی بسیار از نزدیک اقتصاد پاکستان را زیر نظارت خود دارد و بالخصوص مناسبات اقتصادی پاکستان با چین را نظارت میکنه. این هست بحران سیاسی به طور مختصر خدمت شما. از این تحلیل شما به این نتیجه رسیدم که چند وقت پیش یک مهمان داشتیم پاکستانی، احتمالا شما بشناسین، به نام رسول بخش رئیس. اینا در تحلیل و تحقیقشان در یک پرسش تلویحاً عنوان کردن، هرچند که شما گفتین قدرت تصمیم گیری در دست فوج است، ولی اونا کم فراتر رفتن، گفتن کنترلش در لندن است. اصلا ببخشید ما اونا را میشناسم و خدمت شما عرض کنم که اصلا اونا که میگن که سرش به لندن میرسه هدف دیگری هست. اونا اصلا میگن چون آقای نواز شریف در لندن هستن و اونا میگن که نه ارتش اینجا کنترل نداره، آقای نواز شریف کنترل داره چون اونا در لندن مستقر هستن. از همین خدمت شما عرض کنم که امی معاهده دوحه در افغانستان آوردن پیشکاری ساختن طالبان در سیستم افغانستان هدفش همین جلوگیری از امی کاریدورهای چینی بوده و اینجا ببینید اگر حکومت نواز شریف را سکوت نمیدادن در سال 2014 پاکستان یک کشور به طرف ثبات میرفت، ثبات اقتصادی و سیاسی. مگر فکر نمیکنم که غرب اجازه خواهد داد که همین پستایی را که اونا ساختن ایجاد کردن در سال 2047 که این از دست اونا یعنی بیرون برود. فکر میکنم که این یک رقابت خیلی دشوار و سخت است. ارتباط پروژه دوحه با اتفاقات سیاسی پاکستان شما فکر میکنید بسیار ربط داره، درست است؟ ببینید آقای نواز شریف یک رهبر پنجابی هستند و در امی بورژوازی پنجابی خیلی یعنی موثر هستند. یعنی اگر بگیم که یک رهبر مستند بورژوازی پنجاب هستند و اونا اصلا طرفدار سیاست های اقتصادی هستند. اونا میگن که نباید پاکستان در افغانستان طالبان را تحمیل کنه. اونا میگن که ما باید مناسبات اقتصادی تجارتی داشته باشیم، با چین نیست مناسبات داشته باشیم، با ایران مناسبات داشته باشیم. مگر ابی جنرال ها یک بورژوازی بیوروکراتیک هست. اینها نیست پنجابی هستند، اکثریت مطلقشان یعنی 95% پنجابی هستند. اینها میگن نخیر آقای نواز شریف نمیفهمه این مسائل، اونا رقابت میکنن برای قدرت با آقای نواز شریف و پیپلز پارتی. اونا میگن که نه اینا اگر در قدرت میباشن اینا یعنی با زیر تسلط یا زیر رهبری ارتش باید حکومت داری کنند، نه مستقل. این یک نزاع هست، موجود هست در پنجاب، سیاست پنجاب. بالخصوص ما این بار که دیدیم عمران خان نیز اصلا از لاهور هست، پنجابی است، برای اونا نیز مگر ارتش از اونا پشتیبانی کرد به خاطر که کسی دیگر نبود که در پنجاب علیه نواز شریف یک کمپین را رهبری میکرد. از همین خاطر اینها عمران خان را کشاندند. عمران خان خود سیاستمدار نبود، اینها خود یک سپورتمن بود، یک آدم بسیار مشهور، سلیبریتی به اصطلاح. مگر اینا را آوردند که چرا که جنرال ها میخواستند یک کسی را علیه نواز شریف داشته باشه. خب من شنیده بودم که عمران خان پشتون است، حالا شما میفرمایید پنجابی است. شاید من اشتباه میکنم، برداشت من اشتباه. اصلا از نژاد اینطور گفته می‌دارن که یک منطقه پنجاب هست به نام میانوالی. بله میانوالی. در اونجا یک وقت بعضی قبایل پشتون از افغانستان آمده بودند چند صد سال پیش در دوران انگلیس ها و اینجا مستقر شده بودند. فامیل عمران خان یعنی پدرشان از اونجا بود، مادرشان از برکی هاست. برکی ها نیز یک وقت از منطقه پشتونشین وزیرستان به هندوستان رفته بودند در جالندر، از جالندر باز آمدن در لاهور. خب آقای عمران ها پشتو صحبت کردن نمیتونن، هیچ وقت یعنی در مناطق پشتونشین زندگی نکردن. مگر این مهم نیست، مهم این هست که اصلا در پنجاب یعنی نفوذ دارن و تنها سیاستمداری که یک با نواز شریف رو با یک چالش مواجه کرده میتونن عمران خان است. خب یک سوال اصولی که مطرح است بین شهروندای افغانستان، ارتباط طالبانی که فعلا حاکم است در افغانستان با ارتش بیشتر مرتبطن یا با آیسای یا با یک منبع دیگر خارج از اینا؟ چون بسیار مشهود نیست اینا از کجا تغذیه میشن، چون مشخص است که
در دیپلماسی حمایت شدن در پیش از تحویلگیری قدرت و در پس تحویلگیری قدرت هنوز هم تا این لحظه مدیریت میشن و حمایت میشن و تنها کشوری که در جهان طالبان را عملا حمایت میکنه، مهار کرده و مدیریت میکنه پاکستان یک واقعیت است. یک مقدار اگر بعض لایه‌های پنهان شما بتونین بشکافین تا بیشتر ما به سیاست پنهان و عمق استراتژیک پاکستان پی ببریم تا ما بتونیم خود در مقابل همسایه خود عیار بسازیم. اصلا طالبان یک پروژه ارتش پاکستان در این شکلی است و این پروژه از دوران ضیاءالحق ادامه کرده، از دوران جهاد افغانستان با میان آمده بود. اصلا پاکستان یک ارتش کلان دارد که یعنی وسایل منابع اقتصادی پاکستان او را یعنی تحمل کرده نمیتونه. یک ارتش خیلی کلان هست. این از زمان تاسیس پاکستان، یعنی پاکستان تقریبا 31 یا بعضی ها میگن 33% ارتش هند را وقتی تجزیه هند به دست خود آورد و منابع اقتصادی را 16 یا 17% درصد به دست آورد. و این یعنی فرق از روز اول موجود بود. و این ارتش کلان شد از طرف امریکا و بریتانیا حمایت شد، مگر بعد از سال 1971 این ارتش برای پاکستان بسیار کلان شد، چرا که نفوس اکثریت پاکستان در پاکستان شرقی یعنی بنگلادش زندگی میکرد. و آقای بوتو در کتاب خود که آخرین کتاب نوشته کردن در اتاق اعدام راولپیندی، کتاب نامش بود If I am assassinated، اگر مرا قتل برسانند، یعنی عنوان کتابشان بود. او میفهمید که اعدام میشم. او این مسئله را نوشته، بلکه جالب است که امی مسئله اردوی ارتش پاکستان را با آلمان مقایسه کرد. او گفت که پروسیا که یک اسم قدیم امی کشور آلمان بود، او گفت که اینها برای جنگ ناپلیون ارتش کلان را ساخته بودند. بعد از او که جنگ‌های ناپلیون به پایان رسید، اونا نمی‌فهمیدن که چی کنن با ارتش. او میگه که اینا 3 واریانت داشتن. واریانت اول این بود که اینا فادرلند آلمان، یعنی دویچ فادرلند، یعنی به دست خود بگیرن یا کشور خود کلان بسازن. بله. یعنی توسعه بدن. یعنی واریانت دومی بود که باید ارتش خود کمیت پایین بیارن. و واریانت سومی بود که وزارت طوری که هست نگاه کنن و بمانند که کشورشان زیر بار ارتش کلان یعنی از بین برود. این میگه که اونا راه اول را انتخاب کردن. آقای بوتو میگه که بین امی واریانت های روس را با پاکستان برای پاکستان ببینیم. میگه که واریانت اول میگه که برای پاکستان قابل عمل نیست، زمان توسعه طلبی نیست، بالخصوص برای کشور مانند پاکستان چیز نیست، یعنی میسر نیست. دومی که یعنی واریانت دوم که کمیت را پایین بیارن، او گفت که این قابل عمل نیست. واریانت سوم یعنی که وزارت طوری که هست نگاه کنن، استیتس کو به اصطلاح این را نگاه کنن و بانند که کشور زیر بار ارتش کلان یعنی سقوط کنند. و بوتو نتیجه گیری میکنه که پاکستان متاسفانه محکوم به می واریانت سوم است. مگر جنرالای ارتش فکرشان دیگه اونا میگن که واریانت اول خوب است. و برای می چیز استراتژیک دپت یا عمق استراتژیک امی اصطلاح را ایجاد کردن که اصلا معنی اشغال افغانستان یا یعنی آوردن سلطه پاکستان بالای افغانستان است. مگر تو خدمت شما عرض کنم که ربیع اواخر ما بعضی نوشته ها میکنم، کتابا را خواندم، ما به این نظر هستم که امی استراتژیک دپت یا عمق استراتژیک در این غرب دست داره. یعنی این از طرف اونا تشویق شده اینا، چرا که غرب بسیار تلاش ساخته تا افغانستان را نیز داخل در امی سیتو سنتو و دیگر پاکت‌های نظامی غرب که علیه شوروی برای اینا نیاز بود که افغانستان را داخل کنه. افغانستان حاضر نشد، نه اعلیحضرت ظاهر شاه و نه سردار محمد داود خان حاضر شدند. بعد ببینید یعنی در سالهای 49 سالهای 1950 تا 51 3 سال در افغانستان یک سند را اینا آورده بودند از غربی ها که یعنی در اونجا پیشنهاد کرده بودند که پاکستان و افغانستان باید یک کنفدریشن شوند. این طرح غرب بود برای که علیه شوروی یک سنگر محکم را ایجاد کنند. و افغانستان حاضر نشد به تمام چیزا. بعد از سالهای 1970 غرب اردوی پاکستان ارتش پاکستان تشویق کرد
تا سر افغانستان غلبه خود هژمونی خود را تامین کنند و جغرافیای استراتژیک افغانستان را غرب از طریق ارتش پاکستان استفاده کنند. دقیقاً من میخوایم بپرسم که در این 2 سالی که گذشت از حاکمیت طالبان یا سیطره نظامی طالبان با مدیریت پاکستان و نبود یک دولت قانونی، یک گروه سرپرست 6 ماهه اعلام شد و 2 سال گذشت، هیچ گونه ما دولت پسا موقت نمیبینیم در حاکمیت طالبان. از اونجایی که گمان زنی ها بر این است سالها این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد. به نحوی از آنها افغانستان امروز در اشغال سیاسی یا نظامی در قدم دوم پاکستان یا صوبه پنجم شده. ما یک سوال دقیق میخوایم شما پاسخ بدین که امیرالمومنین طالبان چیزی که ادعا میشه اصلا وجود خارجی دارد یا خیر؟ خدمت شما عرض میکنم که اصلا در پاکستان ما که از 2 فریکسیون صحبت کردم، در یک فریکسیون که یعنی طرفدار مناسبات خیلی نزدیک به غرب هست، اونها طرفدار طالبان نیز هستند، چرا که پروژه طالبان را پروژه ارتش پاکستان است، مگر از طرف غرب نیز حمایت میشه. و ارتش پاکستان از این خاطر بسیار با سفید چشمی چیز را پیش بود، چرا که اینا مطمئن بودند که غرب پشتیبان اینها هست. و از این خاطر عمران خان ببینید بظاهر یک آدمی که مدرن هست، یعنی ستاره بازی کرکت هست، مگر بسیار طرفدار طالبان نیز هست. و این فکر میکنم طرفدارانشان در ارتش که بودن اونا آدمایی هستند که از این پروژه بسیار حمایت میکنند. ولی پاکستان به این مشکل مواجه شده که اگر امی طالبان تنها علیه پروژه علیه روسیه می بود، خب اینا برای اینا کدام مشکلی نبود. اینا به طور انانوی طرفداران غرب هستند، به طوری که پیشتر در سالهای 1980 و 90 و دیگر سالها عالم امی چیز را، می خط سیاسی را به پیش می بردند. مگر علی که علیه چین یک سنگر ایجاد میشه، خب برای پاکستان سخت است، چرا که اینجا پاکستان رقابت داره به هند و چین متحدشان هست، متحد قویشان در این مبارزه یا رقابت با هند. و این خیلی چیز مهمی هست. ببینید در چند روز پیش که حمله بود در جوب در بلوچستان، ببینید این خیلی مهم بود، چرا که جوب یک شهر مهم در راه سیبک، راه غربی سیبک میگن، یک راه شرقی است که از طریق پنجاب میره، یک راه غربی که از طریق مناطق پشتونشی میره از اسلام آباد و دیر اسماعیل خان، از اسماعیل خان به آن طرف تمام مناطق پشتون تا کویتا هست. خب در جوب علی رئیس ارتش پاکستان دویده رفت و کویتا و مصاحبه کرد که این عناصر خارجی بودند که امی حمله را انجام دادند و غیره و غیره. و با فردای آن اگر شما دیده باشید، یعنی از کاخ سفید نطاقش گفت که مهاجرین افغان در میتور چیزها مسائل حملات تقریبی دست ندارند، در حالی که اینجا هیچ کسی نگفته بود که اینا مهاجرین افغان هستند. او گفت که عناصر خارجی است جنرال میتور. امریکا چون مسئله چین بود درمیان بود و جنرال پاکستانی نیز برای اطمینان چین حرفا را زده بود. از همین خاطر من میگم که یک مسئله بسیار حاد هست در این روزها. همین صحنه را یک تصویر به دست ما رسید که اصلا بمبگذاری یک راکت از بالا آمد خورد. یک تصویر به دست ما رسید که دقیقاً بمب از پایین به بالا منفجر نشد، یک چیزی از بالا خورد به اون منطقه. این تصویر عیناً من دیدم. فکر می‌کنم اینجا که صحنه سازی بوده احتمالاً. اصلا بله. ببخشید، اصلا تی تی پی این بار که از افغانستان بعضی عناصرشان در اونجا بودن، اینجا بود در پاکستان هم هستند. در افغانستان یک سازمان طالبان است. این فرقش تی تی پی است و اون چیزای استخباراتی است، مگر اینا سلاح خیلی خطرناکی را در دست دارند. ولی پلیس مثلا در حالت پشتونخوا هم میفهمم پلیس یعنی با اونطور سلاح ندارد که تی تی پی دارد. در مورد موجودیت امیرالمومنین به لحاظ حقوقی فکر میکنین وجود خارجی داره یا یک کد هست که از اون استفاده میشه برای اعمال سیاست‌های طالبان؟ اصلا اینها نمیخواند که در افغانستان یک یعنی دولت قانونی باشه، با کدام قانون متکی باشه. با اینا اینطور یک سیستم را آوردن که مثلا در افغانستان نظام سیستم دولتی جدید از بین ببرن، از ریشه بکنن
و هویت افغانها را از بین ببرند. از همین خاطر امیرالمؤمنین کسی هست که نه محاکمه نه قانون نه کسی دیگر یعنی احکامشان را رد کرده میتونه. یک سیستمی که اصلا یک نفر است که دستور میگیرد از خارج و اون دستور را پیاده میکنه و هیچ کس یعنی اون را رد کرده نمیتونه. اگر رد میکنه میگن که این مخالف بغاوت به شریعت میکنه. در یک برنامه که سال گذشته خدمت شما داشتیم، بعد شما پرسیدم آمار مدارس طالبا که در مناطق مرزی یعنی در داخل جغرافیای پاکستان یک رقم قریب به 40,000 مدرسه گفتین که واقعا عیبت است این آماری که دادین. کم توضیح بیشتر میتین در این مورد؟ بله، این مدارس دینی که در دوران جنگ تأسیس شده یعنی بیشتر از 40,000 است در پاکستان و اهل شاخهش میره در افغانستان تأسیس میشه. معلمین از اینجا میره در اونجا خدمت انجام میده و از این خاطر سیستم معرفی افغانستان را از بین میبرن که یک خالیگاه را ایجاد کنند تا این عناصر که ما و شما سرشان صحبت کردیم که اینا امو خالیگاه را پر کنند. و ببینید در سالهای 1980 ببینید مجاهدین آمد، باز برای پس کردن مجاهدین طالبان آمد، برای پس کردن طالبان داعش آمد. این ترتیب را ببینید، یعنی این تضمین میکنه که مثلا 10-20-30 سال دیگر در اینجا جنگ ادامه خواهد داشت، چرا که هر یک میگه که سیستم اسلامی ما کامل است، دیگرشان نقص داره یا ضعیف است. یا همین خاطر یک پروژه هست، پروژه بین‌المللی پاکستان یک چیزی کانترکتر محلی است. هموطنان گرامی، ما در ابتدای عرایزم گفتم امروز یک مهمان شجاع و نترس و دانا داریم. برای شما فکر میکنم تا این لحظه ثابت شد اون چیزی که واقعیت بود پرهیز نکرد و تفره نرفت و در مقابل هر پاسخ ما، هر سوال ما پاسخ واضح، اون چیزی که باید و شاید در خور پرسش توضیح دادن. ما بران هستیم تا از سیاست‌های منطقه‌ای علاوه خصوص 6 کشور همسایه ما، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، به صورت که با زبان‌های اونها یا با دیپلماسی اونها، با سیاست‌های خرد و متوسط و کلان و کوتاه و دراز مدتشون آشنا شیم، ناچار هستیم باید شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را دعوت کنیم تا وضعیت منطقه‌شان را بیان کنند. هرچی ما نسبت به هم آشنایی داشته باشیم، چی مثبت یا منفی، بهتر میتونیم در تعاملات و تقابلات یک دیپلماسی را به کار بگیریم که سیاستش برد باشه. ما باید در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، ارتباطات همه یک تعامل برقرار کنیم که از این وضعیت دگرگونی کشورهای منطقه یا فرامنطقه باز بمانیم. ولی متاسفانه دیده میشه بر اثر کمبود اطلاعات و معلومات از استراتژی کشورها دوچار یک سری افراط و تفریط میشیم که پاکستان، از جناب آصف درانی پرسیدم که دلیلش چیست که پاکستان این همه دخالت میکنه، همچنان اسد درانی نشان گفتن شما چرا بحث لروبر مطرح میکنین، چرا به خاک ما نظر دارین، شعار میتین و سیاستتان عملا خب به نحو ما رو تحریک میکنیم. ما تا این سیاست حاکم باشه ما به دخالت خود در افغانستان ادامه خواهیم داد. به هر صورت من نمیخوایم بگم که این درسته یا اون غلط یا بالعکس، این به خاطر که ما شناخت نداریم از سیاست‌های همدیگر یک سری سوء تفاهمات با وجود میاریم که نتیجهش میشه و ایرانی پاکستان و ایرانی افغانستان، ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، امروز همه کشورهای همسایه ما در تهدیدن، در نگرانی هستند، در اضطراب هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که یک دولت مشروع، قانونی، حقوقی، مبتنی بر خواست مردم در افغانستان حاکم نیست. و این پروژه به صورت خفا جناب خطک گرامی توضیح دادن، بسیار شفاف، یک کسی که در جغرافیای پاکستان زندگی میکنه و شجاعانه بیان میکنه، دیگه از این واضح‌تر ما چی میخوایم؟ جناب خطک، وضعیت کنونی را، منظورم طالبا را، در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و جهانی یک ارزیابی کوتاه داشته باشید. بله، به نظر ما یعنی اینجا ممکن است یک جنگ جدید، جنگ علیه تروریسم آغاز شود، نه با او طریقی که بیشتر در 2001 دیده بودیم با امو شورای بلند و بالا
مگر از طریق بسیار تکنیکی، یعنی مثلا امی داعش و امی TTP باعث آغاز امی جنگ جدید خواهد شد و امریکایی ها رفتند از افغانستان، قوای خود کشیدند، مگر در منطقه موجود هستند و درون هایشان برخواهد گشت و اینجا امی مشکلات عمیق خواهد شد. افغانستان در مشکل هست، پاکستان بسیار یعنی یک دولتش به طرف ناکامی بسیار به سرعت روان هست و این مشکلات برای چین و روس و ایران مشکلات ایجاد خواهد کرد. فضا می خاطر فکر میکنم افغانستان زیر سلطه طالبان یک سیستم غیر مشروع زیر داخلی و خارجی بسیار مساعد هست، چرا که یک سندیکات دهشتگردی که سابقه دار هست زیر سلطه طالبان در افغانستان موجود هست و یک بازیگر جدید با نام داعش یا ISK اسلامیک استیت خراسان این تبارز کرده و این رقابت خواهد کرده برای طالبان و طوری که ما شما خبر دارین فعلا امریکا و طالبان متحد هستند به اصطلاح جنگ علیه داعش و این بازی هست که متاسفانه منطقه ما شما را تهدید میکنه و طور شما درست گفتین بسیار حرفای دقیق زدین که باید شما یک دیگر را بفهمیم و همزیستی مسالمت آمیز را به خود بگیریم و همین یگانه راه است برای پاکستان، افغانستان، دیگر کشورها که مناسبات برادری و مناسبات دوستی را آغاز کنیم. این به نفع تمام کشورها هست و وگرنه می رای که ما فعال روان هستیم رای خطرناک است و خدا نخواسته موجودیت همین کشورها و دولت‌های که فعلا هستند این شاید همینطور باقی نماند. من سپاسگزارم از توصیه‌تان و پیشبینی که داشتید، دقیق است. همینجا به طالبایی که وطن دوست هستند یا مردم دوستن یا مسلمانن و اندیشه پاک دارن اعلام میکنم در وضعیتی که فعلا حاکم است یک بازبینی داشته باشن. ما تجربه 50 ساله سیاسی داریم، در 12 تا نظام عوض شد، رئیس جمهور آمد، چون همه وابسته به بیرون بودن سرنوشتشان بالاخره به یک انجام نرسید. طالب هم استثنا نیست. یک شروعی داشت، یک پایان خواهد داشت، ولی میشه در هر زمان تصمیم گرفت، در راه مردم قدم گذاشت و مردم باید با همسایه‌هایش با جامعه جهانی به گونه‌ای تعامل بکنه که هم نفع دنیا باشه و نفع آخرت. من سپاسگزارم. اگر پرسشی بوده که نپرسیدم شما لازم ببینین یا پیام باشه در خدمت